نکاح یک عهد است بین زن و مرد، عهدی که نباید چیزی جز مرگ آن را بشکند. فرصتی است برای عاشقی و محبت. یک خطبه کوتاه است که زن برای مرد کاملا حلال می شود. راهی است برای نجات از تیرهای شیطان. نعمتی است که اگر آسان گرفته شود نصیب هر فرد می شود و هر مرد و زن مسلمان از این نعمت برخوردار می شود. سنتی است که از آن دین مرد و زن کامل می شود. در حضور شاهدان یک خطبه و بعد از آن طعام 2 نفره، خنده 2 نفره، حج 2 نفره، جشن 2 نفره، نماز 2 نفره، افطار 2 نفره، مسابقه 2 نفره، شوخی های 2 نفره آغاز می شود. زن و مرد خلق شده اند تا مکمل هم باشند، یعنی یکدیگر را کامل سازند. زن برای نمایش کوچگی خلق نشده است که در معرض تماشای همگان باشد و مردان بلهوس چشمچران از دیدن او لذت ببرند. مرد هم برای تماشای چنین نمایش ها خلق نشده است. زن برای فرشته بودن در یک نمایش خانگی خلق شده است که در خانه تنها برای شوهرش خود را نمایش دهد و مرد هم برای پاسبانی از این نمایش خانگی خلق شده است که تنها نمایش همسر خود را تماشا کند و از آن لذت ببرد، نه زنان بیگانه. برادران و خواهران عزیز، قدر نکاح را بدانید و راه نکاح را پیش بگیرید و با نکاح مسلمانی عشق ورزی کنید. از راه زنا و فحشا دور باشید که عاقبت آن خیلی خطرناک است. خداوند می‌فرماید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، یعنی به زنا نزدیک نشوید که زنا کار خیلی زشت و راه بدی است که عاقبت آن آتش جهنم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.